قطعا همه ما از بزرگترامون شنیدیم زندگی و مرگ دست خداست. آیا واقعا ما آخرین نسلی هستیم که مرگ رو تجربه میکنه؟ آیا انسان هم قابلیت بازیابی سلولای خودشون رو پیدا میکنن؟ توی این ویدیو قراره بفهمیم آیا انسان‌های نسل بعد ما واقعا قرار نیست مرگ رو تجربه کنن؟ دسترسی به بازیابی سلول‌ها واقعا امکان پذیره؟ پس اگه این موضوع براتون جذابیت داره، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا حسابی شگفت زده بشین. 100% تا الان اسم ایلان ماسک مولتی میلیاردر دنیا به گوش همه ما خورده. صاحب شرکت خودروسازی تسلا، اپلیکیشن ایکس یا توییتر سابق، پایگاه اسپیس ایکس و از همه مهمتر چیزی که امروز میخوایم بهش بپردازیم، پروژه نیورالینک هستش. آقای ایلان ماسک توی پروژه نیورالینک تراشه مغزی تولید کرده که روی انسان هم تست شده. حالا قطعا براتون سوال شده که این تراشه دقیقاً چیکار میکنه؟ این تراشه یک فناوری پیشرفته برای ارتباط مستقیم بین مغز انسان و کامپیوتر است. هدف اصلی این پروژه کمک به افرادی با ناتوانی‌های حرکتی و عصبی است که قابلیت جمع‌آوری سیگنال‌های عصبی و تبدیل آن به داده‌های دیجیتال رو داره. اگه تا اینجا این ویدیو براتون جالب بوده، خوشحال میشم لایکش کنین و کلی انرژی به من بدین. بریم سراغ ادامه ویدیو. در سال 2016 این پروژه تأسیس و به صورت پیوسته روی توسعه و بهبود این فناوری کار شده. خبرهایی به گوش میرسه که در آینده نه چندان دور میتونه به درمان بیماری‌های صعب العلاجی همچون پارکینسون، آلزایمر و سر کمک کنه. وجود همچین تراشه‌ای قطعاً یه سری چالش‌ها نیز داره که از جمله آن میتونیم به مسائل اخلاقی و امنیتی اشاره کنیم و با پیشرفت روزافزون علم از این موضوعها نیز جلوگیری خواهد شد. همونطور که توی ویدیو بهتون گفتم، این تراشه با دسترسی بسیار زیادی که به نورون‌های عصبی ما داره، پس غیر ممکن نیست که انسان‌ها بتونن سلول‌های خودشون رو باهاش بازیابی کنن و هر انسانی توی هر جایگاهی که قرار داره میتونه زندگی دائمی رو تجربه کنه. این موضوع کمی نگران کننده است، چون در متقابل آن نظم چرخه طبیعی زندگی به هم میریزه و خب اگه بخوایم حسابش کنیم دیگه هیچ کسی شغل خودش رو هم حتی ترک نمیکنه و جای خودش رو به نیروهای جوانتر نمیده. نظر شما چیه؟ توی کامنت ها حتما برام بنویسین و اگه به موضوعهای دانستنی و فکت های عجیب علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و با فشردن زنگوله از انتشار ویدیوهای ما باخبر بشید. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.